الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر به ما سوال نمودند که در مسئله شاعرانی که امروز بسیاری از دعوتگران در تاجیکستان داعیان از این شاعرها استفاده میبرند و شعرهایشان را معنی داد میکنند، در حق این شاعرها یک صحبت بکنید که اینها کی هستند و چه عقیده دارند. بارک الله فیکم. البته اولا از نظر اسلام شاعری شدن در حالتی که مخالف قرآن و سنت سخن در درونش نباشد جایز است، چه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شاعران خاص داشتند با مانند حسن ابن ثابت و اینچنین دیگر شاعران، و حتی در کتاب ادب المفرد امام بخاری حدیثی آمده از حکمش حسن است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگند این لمن الشعر حکمه. البته در شعر حکمت هم وجود دارد و در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شاعران خصوصا در سفرها شعر میگفتند، اما شعرهایشان موافق قرآن و سنت بود، سخنهای خوب بود، به حکمت بود، نه سخنهای قبیح و دشنام و بی معنی، یا نه سخنهایی که کفر و الحاد و شکننده ها و نواقض اسلام. هر سخن و هر شعری که در وی کفر و الحاد و سخنهای قبیح و غیر اخلاقی و سخنهای غیر دینی وجود داشته باشد، البته این حرام است و این کفر است و این جایز نیست. پس حکم شعر در حالتی که موافق قرآن و سنت باشد، از دایره اخلاق بیرون نباشد، حکمش جایز است. اما این شاعرانی که در بین ملت تاجیک معروف شده اند و در همه جا شعرهای اینها را بعضی از دعوتگران همچون دلیل والله اعلم نمیدونم همچون چیزی دیگر یا که همچون یک سخنی فرهنگی تاجیکی به مردم ذکر میکنند، البته بعضی از اونها شاعران خوب هستند و بعضی از اونها شاعران بد هستند که نباید صحبت اونها در بین مردم پخش شود. شما هیچ فراموش نکنید که وقتی که کمونیست ها این دولت روسی ملحدی زمان همون وقتی SSR، وقتی که این دولت های مسلمانی تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان را به زیر تصرف خود درآورد، همه ادبیات های اسلامی را نابود کرد، تغییر داد و در این و این چنین سیستم مکتب های 11 ساله را تشکیل نمود و به درون این سیستم یا مکتب های 11 ساله شاعران مخصوص را جای داد. همه این شاعران را مخصوص سنجیده برآمدند و جای دادند و البته بعضی از اونها رافضه است، بعضی از اونها قرامطه است، بعضی از اونها مرتد است و بعضی از اونها خوب است. خوبی آنها ابو عبدالله رودکی 860 هجری والله 860 میلادی والله اعلم تولد شده است و عبدالرحمن جامی، سعدی، اینها البته انسان‌های خوب مسلمان و البته مایل به مذهب صوفی بودند. جامی، احمد دانش را هم علما میگن البته، بله، و اینچنین ابو عبدالله رودکی. پس اینها مایل به صوفی بودند، در عقیده و اندیشه فکر و اندیشه صوفی بودند، اما عموما از صوفی های غلات نبودند. البته عبدالرحمن جامی را بعضی از انسان ها البته صوفی نه بلکه عقیدهش رو عقیده قرامطه هم ذکر کردن، یعنی عقیده رافضه ذکر نمودند. والله اعلم در این مسئله عبدالرحمن جامی اختلاف هم وجود دارد. اما با مانند ابو علی ابن سینا، عمر خیام، البته ابو علی ابن سینا و عمر خیام، و اول بگم ابو علی ابن سینا را شیخ الاسلام ابن تیمیه حکم به کفر داده است و بسیار از علما میگن که ابو علی ابن سینا کافر است، کافر بود و کافر وفات کرده است میگن.
والله اعلم. سبب این است که مذهب ابوعلی ابن سینا این مذهب قرامیطه بود. قرامیطه یک قسم از قسم‌های غلات رافضه، قسم از قسم‌های غلات شیعه که اینها قرامیطه است. و عمر خیام را هم قرامیطه میگفتند، رافضه بود، قسم از قسم‌های رافضه، شاخه از شاخه‌های رافضه، و حکمش را کافر گفتند. و این چنین فردوسی، اونی که صاحب شاهنامه است، اونی که منیژه بیژن را نوشته است، رستم و سهراب را نوشته است، اسفندیار را نوشته است، اونی که ضحاک را نوشته است، ضحاک آهنگر را نوشته است، فردوسی را هم میگویند علما که این رافضه بود، قرامیطه بود، رافضه قرامیطی بود. برای همین سلطان محمود غزنوی به عوض این کتابش 4 درهم میدهد و اون را از درگاهش بیرون میکرد. و حتی سلطان محمود غزنوی حکم فردوسی را حکم قتل داده بود، باید همچون مرتد کشته میشد، اما فردوسی میگریزد. پس برادران و خواهران بزرگوارم، شما مواظب ادبیات های خود هم باشید. شما گمان نکنید که همه آن چیزی که گفته می شود حق است و همه آن چیزی که به سر من و شما در این کودکیمان تلقین داده اند حق است و درست است. این طور نیست. پس نصیحت ما به دعوتگران این است که شما کوشش بکنید که در امر معروف ها و در دعوت های خود آیت الله و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و اثرهای صحابگان تابعین را ذکر نمایید. کوشش بکنید که سخن الله و رسول الله را تفسیر بکنید، نه سخن شعر را. بعضی ها چنان شدند که یک بیت را می آورند و بعد از این بیت آیت و حدیث را آورده این بیت را شرح میدهند. اعوذ بالله من ذلک. بلکه قرآن و سنت را، البته شعر آوردن در امر معروف گفتن این یگان جای بدی ندارد، این خوب است برای دعوت، البته بهترین است، اما سخن را بیارید، بیت را بیارید، شعر را بیارید که از انسانی باشد که گرفتنش، گوش کردنش لایق باشد. بارک الله فیکم. پس این بود مختصرا در مسئله شاعران.